بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، حمد ثنا و صفت برای الله هست و شکر هم میکنیم خالق متعال که برای ما فرصت عمر داد که ما باز هم در مائده قرآن بشنیم و درسایی از قرآن شناسی داشته باشیم و از الله متعال استدعا میکنیم، طلب میکنیم، دعا میکنیم که ای پروردگارا بر ما عقیده راسخ توحیدی نصیب بکن، عقیده قرآنی و عقیده که مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مطابق منهج اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحابه و تابعین و تبع تابعین هستن و اونا سلف صالح ما هستن. عقیده مثل از اونا برای ما نصیب بکو که با امی عقیده خوب توحیدی با تو پروردگار را ملاقات بکنیم و پروردگار را برای ما زبان عفیف نصیب بکو، زبان پاک و قلب پاک، قلب سلیم نصیب بکو برای ما که حق بپذیره و زبان پاک نصیب ما بکو که کس را دشنام نتیم و سخن نگوییم که برای کسی ضرر باشه. مثل که قاریسای محترم گفتن، بحث دوم ما و شما، بحث اول اسبابش بیان شد، ما و شما فهمیدیم اش سبب. در بحث دوم معالجه مرض فکری و اعتقادی میبینیم که این مرض فکری و اعتقادی را قرآن عظیم الشان چه قسم معالجه میکنه و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این مرض چه قسم معالجه کرده و چه ارشادات دارن برای وقایع فکر و عقیده ما. به خاطر که وقتی امراض دیگرها گفته میشه، این به خاطر ازی هست که یعنی حکمتش چی است که ما امراض دیگرها رو بفهمیم تا خود ما به اون مرض ها مبتلا نشیم. وقتی که انسان مرض شناخت، خود چی میکنه؟ وقایع میکنه. یهود هم میگفتن ما پیروان موسی علیه السلام هستیم. نصرانی ها هم ادعا میکنن که ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم. عرب های قریش هم ادعا میکردن که ما نواسه های پیغمبر هستیم و ما نواسه های ابراهیم علیه السلام هستیم، نواسه های اولاده های اسماعیل علیه السلام هستیم، آقا صاحبه ها هستیم. ای آقا صاحبایی که خودشان اولاده های پیغمبر بودن، چرا در مقابل پیغمبر خیستن؟ اولاد پیغمبر خو باید خودش اول توحید باید مراعات بکنه، اما برعکس اولاد پیغمبر امی قریشی ها کلشان اولاده ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام بودن. اینا چرا در مقابل دین خیستن؟ به خاطر ازی که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش چی شد؟ خراب شد، گم شده. شاعر غلط کرده. خب شاعرها بعضی اوقات غلط میکنن. کی گم شده؟ خاندان نبوتش بود لکن خراب شد، از خود ازی خراب شد. خاندان نبوتش نوح علیه السلام پیغمبریش بود، گم نشد. شاعر الله هدایت بکنه. ولی خاندان نبوتش چی شد؟ امو نسبتی که داشت، نسبتش به دردش نخورد و الله متعال بر نوح علیه السلام گفت که انه لیس من اهلک، این کافر کسی هیچ اهل تو شده نمیتونه، اهل تو نیست. خب برای معالجه از این مرض چند مطلب است که در قرآن عظیم الشان بیان شده. مطلب اول، این شخصیت ها را مخلوق معرفی میکنه. الله متعال در مورد از این شخصیت ها میگن که اینا مخلوق هستند. در سوره کهف آیت 110، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، ترجمه دو قسم است. یکی ترجمه تحت لفظ است که هر لفظ ما معادل از ترجمه بکنیم و این مشکل است، دیگه کس کردن نمیتون. اگر بکنم بعض مشکلات پیدا میشه به خاطر از اینکه بسیاری وقتها یک کلمه هست معادل ازی پیدا نمیشه و اگر بخوایم که معادل از رو پیدا بکنیم نمیفهمیم. اینال ترجمه لفظی این مشکل است. قسم دوم اینا ترجمه تفسیری میگن یا ترجمه فنی میگن، هنری. و این قسم است که همون مطلب انسان به اندازه فهم خود، ما قرآن از این مشان ترجمه کرده نمیتونیم، بلکه معانی قرآن همون قسم که میفهمیم ترجمه میکنیم. از این خاطر عرب ها نمیگن که ترجمه قرآن از این مشان، میگه ترجمه تو معانی الفاظ القرآن. همون معنایی که ما فهمیدیم امور میگیریم به زبان دیگه چی میکنم؟ ترجمه میکنم. پس ترجمه تفسیری هست، چرا که مطلب خوبتر بفهمیم. وقتی که در اینجا الله متعال میگه قل، بگو، این چه قسم ترجمه کنیم؟ اگر بگویم بگو مطلب نمیرسه. اصل مطلبی است که بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون خطاب قرآن به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. همیشه شما که ترجمه میکنین میگین که بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم، که ای مردم. سعی کنین یک کلمه قل یعنی یک جمله شد. بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم که ای مردم. انما در ترجمه انما شما بخیر استادای ترجمه میشین، استادای قرآن شناسی میشین و دیگرها را درس میتین انشاءالله تعالی. انال انک است در زبان عربی تحققت و تأکدت و تیقنت، به این معنا میه انما یقینا که انا من بشر مثلکم، یعنی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم بگو که ما بشر هستم مثل شما، ولی آنچه میان ما و شما فرق از چی است؟ یوحا الی، که فقط بر ما وحی میاد. دیگه ما خوردن، نوشیدن، خوابیدن، ازدواج کردن، فوت کردن، همه چیزها که هست ای کلش مثل یک انسان ما دارم. من یک انسان هستم، غذا میخورم، لباس میپوشم، سطر عورت دارم. نجاساتی که از بدن من خارج میشه همون قسم مثل دیگه انسان ها ولی از من هم نجس است. سر من هم وضو فرض میشه، سر من هم غسل فرض میشه. بعضی کسات احساساتی برخوردار میکنن، بعضی صحبت ها میکنن که من چه افراطیت میکنن، افراط میکنن. خب رسول الله صلی الله علیه و سلم بی وضو میشدن، وضو میگرفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت جنابت میبودن، غسل میکردن. کل روایت ها هست. پس نباید در قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم افراط شوه. رسول الله صلی الله علیه و سلم سایه هم داشتن. بعضیا میگن نور بود از هیچ سایه نداشت. کلش سخنای غیر تحقیقی و سخنای احساساتی است که دین به این احساسات بیهوده نیازی نداره. پس ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از قرآن میشناسیم، اما بزرگی و شخصیت عالی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن بیان میکنه او رو بر دیگرها بیان میکنیم. الله برش میگه که بفهمانی مردمه. میشه که کسی در قسمت شخصیت تو شک داشته باشه، پس بفهمانشان که انا بشر مثلکم، من هم مثل شما بشر هستم، لکن فرق بین ما و شما در یک نقطه هست که به شما وحی نمیشه، برای ما چی میشه؟ یوحا الیه، به ما وحی میشه. خب به این حساب من هم بنده مأمور هستم و بدون وحی چیزی کرده نمیتونم. اما اگر در مورد معبود حقیقی میپرسین که کی هست،
انما باز هم به یقین بر شما میگم. فهمیدین؟ یعنی با تحقیق، تحققت و تیقنت و تأکدت، با یقین و تحقیق و تأکید بر شما میگم که انما الهکم اله واحد، یقینا که معبود شما معبود یگانه هست، الله سبحانه و تعالی است که مستحق حقیقی عبادت است و معبود حقیقی است. فمن کان یرجو لقاء ربه، پس هر کسی که امیدوار ملاقات با پروردگارش باشه، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل صالحه بکنه، ولا یشرک بعبادت ربه احدا، در عبادت الله کسی را شریک نسازه. این در تفسیر از یال چی میگیم؟ در تفسیر از آیت شریف میگیم که این یک درس بسیار بزرگ است برای امت اسلام به زبان خود پیغمبر اسلام، به امر الله متعال. الله برش امر میکنه که این حقیقت ها را به مردم به زبان خود برسان و بفهمن که رسول الله صلی الله علیه و سلم مخلوق بشر است و صفات ربوبیت و الوهیت در او نیست. چرا ربوبیت مخصوص الله هست و الوهیت هم مخصوص الله هست و معبود حقیقی الله هست که رب العالمین است و چون رب است معبود است، عبادت میشه. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیت شریفه خودش چه قسم تفسیر کرده؟ ما و شما گفتیم آیات قرآن که هست، یک آیت قرآن دیگه آیت قرآن تفسیر میکنه. ایره چی میگن؟ تفسیر القرآن بالقرآن. آفرین. دیگه چی هست؟ تفسیر القرآن به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم الصحیحه. قرآن خود رسول الله صلی الله علیه و سلم که مفسر و شارح و مبین قرآن هست و تفسیر میکنه. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن کی تفسیر میکنه؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و اونا قرآن شناسای بسیار ماهر بودند. شان نزول قرآن میفهمیدند که اینی آیت در اینی موضوع نازل شده، اینی آیت قرآن در فلانی منطقه نازل شده. پس وقتی که در یک منطقه خاص نازل میشه، در یک وقت خاص نازل میشه، هر کدام از این در تفسیر تأثیر خاص خدا داره. متوجه شدن؟ در یک حادثه خاص نازل شده، بناهن خود او حادثه هدف حقیقی و حکم حقیقی رو برای ما و شما بیان میکنه که اگر کسی ایره نفهمه باز برش مشکل پیدا میشه. از این خاطر قرآن صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین، امی صحابه و تابعین و تبع تابعین سلف میگن. ما و شما چی هستیم؟ ما و شما سلف هستیم یا خلف؟ شما سلف نیستین، دروغ نگوین. شما خلف هستین. متوجه هستین؟ ما و شما خلف هستیم. سلف کی هست؟ صحابه هستن، تابعین هستن و تبع تابعین هستن. پس قرآن باید به منهج سلف بفهمی. گپ استاد دایی اعتبار نداره. فهمیدی؟ گپ یوسف قرضاوی اعتبار نداره. گپ اصلی که زیاد اعتبار داره گپ کی هست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن و فهم خودن از امو چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود خوبتر میفهمیدن. گپ سر ازی هست. من یک وقت در یک جای بودم، یک سارنوال صاحبای یکیش بود، یک کسی بود دیگه نمیگم سارنوال یکی، خب مقصد یک کسی بود مرا میگه تو سلفی هستی؟ من گفتم خب پیش از اینکه من خدا معرفی کنم تو معرفی که خدا، تو چی هستی؟ نه، گفت من حنفی هستم. گفتم هر حنفی سلفی است، چون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از سلف است. گفتم حالا تو پیرو من هستی یا پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه؟
اگر پیرو من هستی خلفی هستی. اگر پیرو امام صاحب هستی پس تو چی هستی؟ سلفی هستی. خودت سلفی، بابیت سلفی، پدرکلان سلفی. خود تو از پدرکلان حنفی هستی، تو از پدرکلان سلفی هستی. آخر بعد من چی باید کردم؟ گفتمش که برو تیر شاید از این موضوع. نه چرا از این موضوع تیر شایم؟ هر کسی که پیرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، شاگردای امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه پیرو حقیقی ازی باشه، هم در عقیده، هم در فقه، هم در فقه اکبر، هم در فقه اصغر، و خودش سلفی است. اما اگه کسی باز بگه که نه مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه اصغرش قبول دارم، در فقه اکبر در عقیده شاگردش پیروش نیست. باز در عقیده است که پیروی میکنه، باز میگه از خلف، باز اون خلفی میشه. فهمیدی؟ چرا او باز تقسیم بندی کرد و این مشکلات پیدا کرد. به هر صورت ما شما کل ما از صحابه، تابعین و تبع تابعین و امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه تابعی بود. تابعی کسی را میگن که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم دیده باشه و ملاقات کرده باشه و از دو درس تعلیم گرفته باشه، و امام صاحب بعضی از صحابه را دیده بودن که از اونا درس و تعلیم گرفتن. خب آل گپ سر ازی بود که قرآن تفسیر میکنه و قرآن احادیث رسول الله صلی الله علیه و آیت خوانیم قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. آل رسول الله صلی الله علیه و چه قسم تفسیر میکنه؟ عن ام سلمه در روى البخاری فی صحیحه، امام بخاری در کتاب صحیح خود تحت شماره 6967 چی میکنه؟ عن ام سلمه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها یکی از ازواج مطهرات است. این مادر ما و شما هم است، استاد ما و شما هم است. چی است؟ مادر ما و شما هست، به خاطر که ادب یاد بگیریم. الله متعال میگه و ازواجه امهاتکم، همسرای رسول الله صلی الله علیه و آله مادرای ما و شماست. پس به مو چشمی که مادر خودم میبینیم، اینا را هم به چشم مادر خود میبینیم. و هم استاد ما و معلم ما هست، به خاطر که این احادیثی که نقل کرده ما شاگردیش میکنیم. اگر این حدیثی نقل نمیکرد، از هر کسی که یک کلمه درس یاد گرفتی استاد و مربی تو هست. صحیح شد نه؟ این مادر ما و شما و این استاد ما و شما از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، میگه قال گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم انما انا بشر. بر مردم میگه من بشر هستم. آل بشر بودن خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه و انکم تختصمون، شما بعضی اوقات در بعضی از قضایای سیاسی، اقتصادی، معاملات، در این مسائل چی میکنین؟ اختلاف میکنین. خصوصا در مسائل معاملات. او میگه زمین از ماست، او میگه زمین از ماست، او میگه این جایداد از ماست، او میگه از ما هست، یک میگه مال از ماست، او میگه از ما. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما وقتی که در این مسائل چی میکنین؟ دعوا میکنین. تختصمون، اختصام ما و شما در فارسی دعوا میکنیم. میگه بعضی کسا هستن در سر یک زمین دعوا داشتن. و انکم تختصمون ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد. میگه مشکل در قضاوت ما که پیش ما میین، او میگه زمین ما هست، این میگه زمین ما هست. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پیش ما میین که شما قاضی هستین، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم شما فیصله بکنین. میگه اینجا یک مشکل است، چون من بشر هستم، اینجا یک مشکل ایجاد میشه. من از قلب مردم خبر ندارم، از غیب خبر ندارم، عالم الغیب نیستم. آلی دو نفر که پیش من میان، من نمیفهم که این زمین حق ازی هست یا حق ازی هست. از دوش میگه از ما هست. خب ولعل بعضکم ان یکون الحن، شاید یکی از شما بسیار فصاحت، الحن کسی را میگه که زیاد خوب فصاحت و بلاغت دارن. الحن بحجته من بعد، دلایل خود ایشون فصاحت خوب داره، خوب دلیل میگن نسبت به او جانب مقابل. و اقضی له، رسول الله صلی الله علیه و آله میگه وقتی که من دلایل ازی رو دیدم، این بسیار زبان فصیحی داره، من برش میگه یا رسول الله
اینمی زمین صاحب از ما هست، ای از پدر ما بود، از پدر کلان ما بود و ما اسناد داریم و دی زمین تو رس و دلایل پیش کرده میره 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 میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که این خوب فصاحت داره و بلاغت داره و دلایل زیاد داره، لکن در مقابل از شخص دومه که مدعی علیه هست یا مدعی هست، او بیچاره زبانش بند میشه و سعیف گپ زدن نمیتونه و مرا قناعت ما حاصل نمیکنه. عالم اینمی شخصی که زبانش بسیار تیز است و حجت زیاد داره و اقوی له، ما هم دلایل ازی دیده چون از غیب خبر ندارم، در ظاهر چی میکنم؟ برای اینمی شخص مطابق دلایل چی میکنم؟ قضاوت میکنم، فیصله میکنم علی نحو ما اسمع، به شکلی که من میشنوم، من ظاهر میبینم، قضاوت در ظاهر میشه، اما از قلب از اینا و حقیقت خبر ندارم، غیبم نمیفهمم. قال ما اگر غیب میفهمیدم باش میگفتم که نه من از غیب نه غیب نمیفهمم و از ظاهر فیصله میکنم. فمن قضیت له، آل رسول الله صلی الله علیه و چی میگن؟ اگر یک کسی پیش ما بیایه که فیصله داشت و دعوا داشت و من بر از اینمی شخص فیصله کردم که برو امی زمین قاری صاحب تمیم از تو باشه، چون تو خوب فصاحت داری و خوب دلایلت قناعت مرا چی کرد؟ حاصل کرد. من زمین دادم برای کی؟ برای قاری تمیم دادم. رسول الله صلی الله علیه و میگه فمن قضیت له من حق اخیه، اگر من به اساس دلایل و تیزی زبان فصاحت از شخص فیصله کردم حق برادرش در حالی که حق از این نبود، این ناقی دعوا کرده بود، حق از جانب مقابل است، لکن جانب مقابل دلایل قوی ندارم دیگه. من حق اخیه شیئا فلا یأخذ، این نفر باید نگیره و بخیزه بگه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اینمی زمین با وجود نمی دلایلی که من گفتم و قناعت را حاصل کرد، این زمین حق منه. متوجه شده؟ فانما اقطع له قطعه من النار، در حقیقت ما بر این زمین ندادیم، یک توتی از آتش دوزخ بر ازی دادیم. این بازو تو نشه که در دلایل خود بگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیصله کرد و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم قاضی بود و ما به اساس قضاوت عادلانه رسول الله صلی الله علیه و سلم مالک شدم. نه، اصل عقیده ای است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من پیغمبر هستم، من بشر هستم، من مطابق دلایل ظاهری فیصله میکنم و اگر حقت نبود فیصله من هم او چیز برای تو حلال ساخته نمیتونه. و اگر می زمینی که حقت نیست تو گرفتی و این بانه را کردی، پس چی شدی؟ پس تو در حقیقت به عوض زمین قطعه از آتش دوزخ گرفتی. از این ما شما تفسیر ای آیات قرآن فهمیدیم که الله متعال برشان گفت که قل انما انا بشر مثلکم، من مثل شما برای چی هستم؟ بشر هستم، لکن برای من وحی میه. در قضایایی که برای من وحی نمیایه من اجتهاد میکنم، این از پیش من چی میشه؟ لغزش میشه. و اگر من قضاوت کردم که ظاهرا به الفاظ تو فریب خوردم و تو الفاظ و دلایل قوی گفتی و جانب مقابلت بیچاره ضعیف است، بی سواد است، درست نمیتونه دلیل بگویه، پس ایره تو نباید به این فیصله من چی شوی؟ حق مردم بگیری. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش چی میکنه؟ معرفی میکنه و شخصیت خدا معرفی میکنه. آل به خاطر ازی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا میگه بشر است؟ به خاطر ازی بشریت خدا میگه که من علم غیب ندارم، به این هست که شما در قسمت ما افراط نکنین. او صفاتی که الله داره که از غیب یک نفر میبخشه، از غیب یک نفر صحت میته، ما فوق اسباب برای کس بچه میته، برای کس دختر میته، برای کس شفا میته، این خود کلش صفات الله متعال هست. من بشر هستم، این صفات به من نسبت نتین. اصل گپ در اینجا هست. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم امت خدا میخواد که خوب عقیده خوب داشته باشد. عقیده خوب به این معنی نیست که تو در شخصیت یک کس افراد بکنی. یک نفر میگه بر من میگه والا استاد من تو را دوست دارم. خب چی معنی مرا دوست داری؟ خیر ببینی خالی تابات است.
والا میخوایم که در این پایای تو را ماچ کنم. خود دوستی نیست. در پایای تو صدا پرتم، خود دوستی نیست. تو خدمت طاغوت جور کردی. اگر تو بخیزی در پیش پای من سجده بکنی و من خدا چوب بگیرم، من بخی از عقیده و به کفر میرسم، خودم طاغوت میشم. چرا طاغوت یکی از اقسام طاغوت فردی کسی است که دیگران را به عبادت خود چی میکنه؟ دعوت میکنه. و یک قسم طاغوتایی است که دعوت نمیکنه، لکن اگر دیگران عبادت در مقابلش کرد بازی خاموش میباشه، مزهش میته. این در مزه بردن هم طاغوت میشه. متوجه است نه؟ او که دعوت میکنه او طاغوت شد که بیاین به من سجده کنین، رکوع کنین، چطور هستم چون او خلاص شد، کافر شد، از دین برآمد. حتی این انسانی که خودش نگفته لکن مردم به احترام برازی کاری را میکنه که او باید در مقابل الله بکنه، ای باید برش بفهمونه، برش بگه من بشر هستم، چرا در مقابل من قسمی میکنی؟ بسیاری وقتا بعضی کسا که من بسیار کلیخ من میگه چی کلیت قدر بر من خم میکنی؟ کلیت راست دیگه الف واره، برو کلیت پیش الله خم بکن. دستش بالا کنه، پیش دان خود بالا ببره. خود دست بوسیدن که عبادت است. حالا یک رواج مردم احترام از دیگه در افغانستان، اما در عبادت نیست. بالوالدین احسانا که هست نه؟ احسان زبانی هست که گپ خوب برای مادر پدرت بگویی، احسانی هست که مثلا عمل خوب بکنی در مقابلش، برات میگه برو یک افتوا بیاری. و احسان خوبی هست که در ماشت یک چند پا به مادر پدر تخصیص بدی. ماشت از جیبه که خانمت میپرتی، صحیح است نه؟ وقتی که برات بگه یک نسخه دوا بیار او را موسو میپرتی. و وقتی که یک گپ خوشم باشه برای خانمت میگه خانم جان و عزیزم و محترمم، چطور؟ برای مادرت میگه نه چی حال انداختی؟ نه ایواز بگی مادر جان یا چطور؟ ایران چی میگیری؟ باز میخیزی میای دستش ماچ میگیری. چی کنو دان نسواری تو را دست از رو ماچ بگیری؟ نیاز داره نه؟ پس دست ماچ کردن یا بسیاری کسی از قرآن ماچ میکنن. ماچ کردن قرآن شریف کی صحابه قرآن ماچ کردن؟ یک رواج شده. در وقت رسول الله صلی قرآن شریف در چی نوشته بود؟ در پوست گاو بود نوشته، یعنی در پوست گوسفند، در تخت سنگا. آیا کدام روز کدام روایت آمده که صحابه مثلا رفتن تخت سنگ ماچ کردن؟ یا بغیر از حجر الاسود دیگه سنگ ماچ کردن نیست. حالا کدش قرآن هم نوشته شده باشه. پوست هم کدام پوست گرفتن ماچ کردن. بازی به شکل قرآن شریف قسمی که جور شدی در وقت چی اومد؟ در وقت عثمان رضی الله عنه که ورق پیدا شد. ها؟ در وقت عمر رضی الله عنه هم نبود، در وقت ابوبکر صدیق هم نبود، در وقت عثمان رضی الله عنه باز قرآن شریف ها چی شد؟ از پوست و از تخته سنگ و از چوبایی که از درخت خرماویا بود از کل ازو گرفته شد. اون قرآن شریف ها رو جمع شد، باز کاغذ آمد گرفتن، باز در کاغذ نوشته کردن. از این خاطر میگفتن المصحف العثمانی. ها؟ یگانه که باز میگه که یک روز کسی میگه که این زمان عمر رضی الله عنه قرآن شریف اسقاط دور داده شد، ما تو تخت سنگا رو آورده بودن دور دادن دیگه، یا پوستا را کلش آوردن در اونجا. بعضی کسا احساساتی بحث میکنن، خیر است ما سرش انتقاد نمیگیریم دلشان، لکن واقعیتی قسم نیست. خب آل رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی اگر احیانا به حساب رواج مادرت خوشه و پدرت خوشه و دستش بوسه میکنی، خود برش خم نکن، دستش بالا بگی، ها؟ هیچ مشکل نیست ان شاء الله. اگر چی عبادت نیست، اگر تو مثلا بر مادر و پدرت یمو قسم احترامی که هست احسان گفته میشه اون رو بکنی، و مادر پدرت شماج کنی یا نکنی هم مادر از پیش تو راضی میباشه. ولی ما شما میکنیم بعضی اوقات دست مادر خود دست پدر خود به حساب رواج میکنیم، نه به حساب عبادت. چون در عبادت ما ندیدیم که حدیث آمده باشه یا روایت آمده باشه، والله اعلم، یا ندیدیم یا ای که نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ امام بخاری رحمت الله علیه در حدیث شماره 3445 روایت میکنه عن ابن عباس، از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، سمع عمر رضی الله عنه، میگم شنیده از عمر رضی الله عنه که یقول میگفت علی المنبر، عمر رضی الله عنه در سر منبر که استاد میشد مثلا خطبه میداد، بلند به کل مردم میگه، بلند گفت ای مردم، سمعت النبی صلی الله علیه و سلم، ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدیم. چه شنیدی یا عمر رضی الله عنه؟ امیر المؤمنین است. یقولو که میگفت لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، ای مردم
لا تطرونی، زیاد توصیف افراطی مرا نکنین. امی ناتخانا، امی ترانه‌خوانا، امی شاعرا، این مردم ها مشکلشان در چی هست؟ که در اشعار و نات‌ها و توصیف‌های خود اطراء میکنن. اطراء چی هست؟ افراط در توصیف یک شخص. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که پیروای عیسی مسیح علیه السلام در قسمت شخصیت عیسی مسیح علیه السلام در توصیف افراطی ازی زیاد در توصیف ازی افراط کردن. متوجه هستی؟ افراط کردن. چه قسم افراط کردن؟ افراطشان ای بود که اینا عیسی علیه السلام از زیاد توصیف بالاخره صفات الله متعال به پیغمبر دادن. وقتی که صفات الله را بر پیغمبر دادن، این سبب چی شد؟ سبب ازی شد که بالاخره دلشان قناعت نکرد، گفتن عیسی مسیح بچه الله هست. نعوذ بالله من ذلک. ببینین افراطگرایی در توصیف بیشتر مخلوق که از حد میگذره، یک نفر کمک افراط میکنه، باز شیطان میبره از دیگه میگه که ولو تو شیر خان کل مردم در گریان انداخت، تو یک 4 کلمه دیگه هم بگو. مداحا، شیرخانا، ترانه‌خوانا، باز میگه ولی او روز که او خان یک تک مردم گریه میکرد. بازی میخیزه صاحب یک ترانه دیگه، یک 2 کلمه دیگه هم اضافه میکنن. دیگهش که آمد به ضد از یک شعر دیگر را جور میکنه. یک وقت سعی کنی که از عیسی مسیح علیه السلام یا چی جور کردن؟ از پیغمبری بردنش ادعای ربوبیت و الوهیت ازیره کردن، صفات الله و افعال الله را به اون نسبت دادن. حال رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما چی میگه؟ یک نسخه میته، نسخه وقایوی. چه قسم وقایه کنیم خدای رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگه که لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، زیاد مرا توصیف نکنین. مرا توصیف افراطی جاهلانی که مرا از بندگی و رسالت بکشه به ربوبیت و الوهیت برسانه، من از این خوش نمیشم. نکنین این کاره. و چون رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده، نهی به معنای چی است؟ حرمت است. یعنی حرام است سر شما ای امت ما که مرا مدح و توصیف افراطی بکنین، العیاذ بالله صفات خالق متعال به من نسبت بدین. فانما پس یقینا که انا مکه هستم عبده، بنده او هستم، بنده الله هستم. پس خالق صفات خود داره، افعال خود داره، و مخلوق و بنده صفات خود و افعال خود داره. صفات افعال الله امو قسم صفات جلال و عظمت است که به ذات خالق یکتا، به ذات کبریا، به ذات ذوالجلال و الاکرام شایسته هست. و بنده که هست صفاتی داره که او به عاجزی و بندگی هست و چی هست؟ شایسته هست. چقدر ما و شما رسول با شخصیت و مهربانی داریم و چقدر شخصیت متواضع هست و چه خوب قرآن تفسیر میکنه. یک امریکایی مسلمان شده بود، امرای از اون مصاحبه کردن، گفتن نمیفهم از امریکا بود از اروپا بود، از امی غربی ها بود. من مصاحبه از رو شنیدم، برش گفتن که why do you accept Islam؟ چرا اسلام قبول کردی؟ گفت مرا صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشم آمد، فهمیدم که صادق و امین است، من مسلمان شدم. چی مثلا مثالش مثلا چی دیدی؟ گفت در زمان وفات پسر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بچه‌کش ابراهیم نام داشت، گفت ابراهیم وفات کرد.
در اینمو روز آفتاب گرفته شد، خسوف شد یا کسوف شد، همی گپا گفت شد. مردم آمدن و بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اوه امروز بچه رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده، حتی آسمان هم گریه میکنه و حتی مثلا آفتاب خسوف شده یا کسوف شده، یعنی این چیزا واقع شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم برشفت که نه، این آفتاب و مهتابی خسوف، آفتاب گرفتگی و مهتاب گرفتگی، خسوف و کسوف که است، این مظاهر طبیعت است که به حکم الله متعال این کارها میشه، اما این در مردن و زنده شدن کسی تأثیر نداره، هیچ ارتباطی به مرگ بچه من نداره. این امریکایی میگه، من دیدم بسیاری مردمای دجال و دروغگویی که ادعای دروغ میکنه، اگر در روز مردش باران بباره بازی پیروای از این میخیزه که بیخیزین که نفر ما مرد، آسمان گریه کرد، چیخ زدن میره که الله چیخ بزنین سر بامبا برای، در حالی که امروز تقدیر الهی بوده که در این منطقه باران شوه و این هم تقدیر بوده که بمره. پس امریکایی میگه که این پیغمبر اسلام پیغمبر چی است؟ صادق امین است. چرا انسانای کاذب همیشه از بعضی حادثات به نفع خود چی میکنن؟ استفاده میکنن. زیاد شما شنیده باشین از مردم که والا فلانی نفر که مرد و تو غبار شد که دنیا را دنیا گرفت. یکی دیگه باز چی میگه؟ فلانی تو ولی الله بود که این خارجی ها در جنازهش آمده بودن، این کافرها جنازهش خانه مسلمان ها را چی میکنی؟ او خبر نداشت که او تو دشمن الله بود که این کافراست پیشش راضی بوده. مشکل است بعضی کسا استفاده. پس این دانشمند امریکایی به خاطر اینمی حدیث چی میشه؟ مسلمان میشه. چرا این پیغمبر حق است؟ برای مردم میگه که فانما انا عبده، من بنده الله هستم. فقولو، شما اگر امت ما هستین چی بگوین در وقتی که نام ما ذکر میشه و چی وقتی که درباره ما گپ میزنین؟ بگوین که عبدالله و رسوله. بهترین صفت ما چی است؟ که ما بنده الله هستم. از این خاطر ما به شما چی میگیم؟ اشهد ان محمدن عبده و رسوله. فهمیدین یعنی؟ پس آله اگر کسی همین حدیثه بفهمه، وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشر است و بنده هست و صفات بندگی داره، آیا از او که در پایانتر اگر صدیقین است، شهدا هست، صالحین است، سایر اولیاء الله هست، یا میتونه که صفات الله را داشته باشه؟ نه. او که ولی الله شده به خاطر ازی شده که اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. بدون اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر کسی کدام امر خارق العاده هم میکنه، او دجال و شیطان است. او چیه؟ شیطان است. اون دو رو ببینیم اون در دیوال هم تو بالا میشه. او رو بگیم می ولی الله هست، قشقش میشه در پیشانیش هم تو سرخ کشیدگی. میگیره چرا تو میگیره؟ میگه ما صاحب چالبازی رو یاد داریم، سر دیوال هم تو میدویم، بیزینه در بام بالا میشه. دجال است، شیطان است. پس انال اساس افراطیت در شخصیت ها از چی پیدا میشه؟ از افراط در توصیف و توصیف هم توصیف دادن صفات و افعال الله به کی؟ به مخلوق پیدا میشه. و به می خاطر پیروای عیسی علیه السلام به این مرض مبتلا شدن و رسول الله صلی الله علیه و برای ما و شما نسخه داد. چی نسخه زیبا هست؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و دکتر حقیقی نیست؟ طبیب حقیقی نیست؟ بزرگترین مرض فکر است. اکثریت بزرگایی که شهادتنامه‌های بسیار زیاد دارن در مرض فکری و اعتقادی مبتلا هستن و رسول الله صلی الله علیه و با این نسخه خود این مرض از پیش ما شما چی میکنه؟ دور میکنه. ما افراط نمیکنیم. ما هیچ افراط نمیکنیم. مطلب دوم، الله متعال بیان میکنه که این شخصیت ها چی هستن؟
بنده هستن. اول گفت مخلوق هستن، افراد نکنه، بشر هستن. دوم که اینا خودشان بنده هستن و بندگی میکنن. خودشان بنده هستن و بندگی میکنن. الله متعال در سوره فرقان در آیت اول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله متعال میگه تبارک چی معنی؟ بسیار عالی هست، بسیار با عظمت است و بسیار ذات است که با تمام برکت هاست. او ذات عالی مقام که بزرگوار و دارای برکات عالی هست، او تو ذات است که قرآن عظیم شان را نزل الفرقان علی عبده، نازل کرده قرآن عظیم شان را، قرآنی را که فرق کننده هست بین حق و باطل، قرآنی که فرق کننده هست بین جائز و ناجائز، بین صحیح و غلط، بین حلال و حرام. قرآن است. امروز اکثر مشکل امت اسلامی است که قرآن میگذاره از عقل خود برای دلیل میگه. یک روز یکی از دوستا پیش آمد، مرا میگه والا فلانی نفر بعضی قوانین جور کرده، به نظر ما از نگاه عقل بسیار خوب است، به منفعت اسلام است. خب او قوانین جور کرد از عقل خود، آیا نص برش اجازه میده؟ قرآن برش اجازه میده؟ بعضی از رئیس جمهور هستن به نام از اینکه من مسلمان هستم اجتهاد میکنه که خیر است یک 50,000 دختر شبانه در هتل ها زنا بکنن، نایت کلاب ها باز باشه، به خاطر از اینکه باز یک 20 سال بعد باز ما میخوایم که قانون اسلام تطبیق بکنیم. آیا قرآن تو اجازه میده که تو زنا را در هتل ها 50 در 20 سال اجازه بدی، باز 20 سال بعد نظام اسلامی رو بیاری؟ و از همین روزی که اجازه دادی خودت به یک طاغوت مبدل شدی. ببینین از نگاه عقلی خب کل قوانین هم است. ما و شما گفتیم 12 قسم حاکمیت است، نه؟ حال در حاکمیت عبادات ما میتونیم تغییر بیاریم. مثلا از نگاه عقلی اگر چند نفر بشاریم میگه از نگاه عقلی بر ما بسیار خوب است که مثلا امیر روزه را ما و شما تغییر بدیم در ماه دلو باشه. هر سال با وقت افغانستان در ماه دلو ماه رمضان جور میکنیم، روزام در ماه میگیریم، مریضام گرفته میتونه، عوام یخ هست، روزام کوتاه هست، هیچ کس به تکلیف هم نمیشه. اینه میکرسی که روزه را از ماه رمضان میگیره جدی جور میکنه و این قانون میسازه که بعد از این در افغانستان رمضان در چه وقت است؟ ماه دلو هست. امی کافر شد یا مسلمان شد؟ خب میگین کافر شد. یعنی شما تکفیری ها یعنی زدین مذکر کافر گفتین، تکفیری شدین. حالا کافر بگیم میگه تکفیری شدین. خیلی قل یا ایها الکافرون که نازل شد، رسول الله صلی الله علیه و بر کافرها کافر گفت. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. بر یهود و نصارا گفت لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. به نصارا لم یکن الذين كفروا. حالا یک اصطلاح پیدا شده فقط هر کسی که بود نه هیچ باید نگویی. اگر کس الله را هم دشنام داد درش نگو، بگو که خیر است برو لیازش بگو، در حالی که نه خودتان میگین. خب این حال وقتی که اگر کسی رمضان در دلو آوردی کافر شد، اگر زنا را اجازه دادی چی شد؟ بخید قانون خود ساخت که خیر است همین کلاب ها و نایت کلاب ها باشه و چون ما سالانه 1 میلیارد دلار از چی پیدا میکنیم؟ از طریق سیاحت، توریسم. ما اقتصاد ما پیشرفته هست، سال 1 میلیون دلار است، 1 میلیون دلار پیدا کرده 1 میلیارد، لکن 50,000 دختر مسلمان هر شب برای خارجی ها به زنا آماده میکنه و کلاب های زنا و شرابخوریش هم جریان داره.
بعضی کسا هستن متاسفانه لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا اولئک کالانعام بل هم اضل. الله میگه تو حیوان به حیوان مبدل شدی. بعضی کسا هستن به خاطر رفتن در یک حزب و در یک جماعت و در یک جمعیت و در یک گروه آیات قرآن انکار میکنه. صراحتا آیاتی که صریح هست در قرآن و انکار آیات قرآن سبب کفر خودش میشه. نه والا سه فلانی بسیار خوب آدم است، ما برای خوش دارم. خوش داری برو که ازدواج کو، اما حکم قرآن تغییر ندی. برش بگو که این مکت ازدواج هم کردم، خود کافر هستی. برش بگو هستی دیگه. و باز اگر حق برشان بیان بکنی به خاطر ایمی که دلسوزی میکنی، امی جوان در کفر نمره. الخلما دلسوز می باشه. پیغمبرها دلسوزی بر دلسوزی آمده که باشه اینمی کسی که نمیفهمه ای بفهمه، امی کار زشت خدا نکنه. و اگر امو کسی که امی کار میکنه ولو که آدم خوب است، وقتی که گپ شنید باید بشنوه. چرا؟ والا فلانی که سر خودت این یک انتقاد کرد و گفت اینی گپه، این گپه گفت تو باش ما یک دفعه پیش خود پیشین راستیه میگه در وجود من نباشه. اگر از توبه بکنم پس یک قانون نو جور کنم پیش از دادن فرصت. خب این حال اینجا الله متعال میگه تبارک الذی نزل الفرقان، بسیار با عظمت است او ذاتی که چی رو نازل کرده؟ قرآنه. قرآن چی هست؟ دستور قرآن حق، فرق بین حق و باطل میکنه. حالا یکی حقوق بشر قرآنی هست، یکی حقوق بشر ملل متحد است. حقوق بشر قرآنی میگه که هر انسان با کرامت و عزت است. ولقد کرمنا بنی آدم. لکن اکرم باز کی هست؟ اتقاکم هست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تو کرامت انسانی داری، لکن کرامت انسانی است. اما اگر میخوایی با کرامت پیش الله با عزت باشی، تقوا داشته باش. اما حقوق بشر ملل متحد میگه نه، اگر زناکارم بود، یک زناکار، یک دزد، یک جنایتکار، یک رقاصه به همراه یک انسان عالم، به همراه یک شیخ الحدیث، اردوشان چی هستن؟ مساوی هستن. پس این کرامت نشد. حقوق زن در قرآنی هست که زن با عزت باشه. هر کس که نامش بگیره، مثل که ما و شما حدیث ام سلمه رضی الله عنها را خواندیم، کل ما مادر خود هم برش خطاب کردیم و کل ما استاد خود هم برش خطاب کردیم و بسیار پیش ما با عزت است. حقوق زن در قرآن اینی قسم است، در احادیث اینمی قسم است. اما برعکس حقوق بشر ملل متحد باز چی میگه؟ بازو میگه که نه، ای زن اگر آزاد گذاشته شوه، چه قسم آزاد گذاشته شوه؟ که هیچ لباس هم نپوشه و در سرکا بگرده، این حق است و حقوق ازی هست. پس اینا قرآن فرقان ندارستن. مسلمان باید بگه که قرآن چی هست؟ فرقان هست. اگر حق مرا میته قرآن میته. اگر حقوق بشر است، حقوق انسان است، حقوق زن است، حقوق طفل است، حقوق مرد است، حقوق همسایه است، حقوق والدین است، حقوق خانم است، حقوق شوهر است، حقوق طفل است، کل از اینا در کجا هست؟ در کتاب الله هست که این فرقان هست. تبارک الذی نزل فرقان علی عبده، بر بندش، لیکون للعالمین نذیرا، تا کی باشه بر بندش چی؟ بر مردم، بر عالمیان چی باشه؟ ترسانده. این حال ما و شما از این آیت قرآن چند درس میگیریم، همیشه توجهتان باشه. و در تفسیر ما هم بعد از این انشاءالله تعالی، حالی که تفسیر عمیق‌تر شده میریم، موضوعات داخل شده میریم، سر هر آیت قرآن از این درس باید بگیریم. مثلا یک کسی شما را پرسان میکنه خب خودت تفسیر خواندی پیش استاد؟ بله خواندم. از این آیت قرآن چند درس گرفتی؟ چی درس گرفتی؟ که شخصیتت بسازی. برشان بگوین که من از این چند درس گرفتم. اول درس از چی میگیریم؟ از تبارک الذی میگیریم. پس من حیث یک انسان موحد براتان میگم که تبارکه به معنای تعالی، بسیار عالی است مقامش. دوم، تبارکه به معنای
کمال بلندی و بزرگی هست. تبارک به معنای عظمت است. پس ما میگیم که این خالق ما عالی مقام است، با عظمت است. و ابن عباس رضی الله عنهما میگه الذی جاء بكل برکه، تمام برکت ها را او آورده است. این هست عقیده ما که درس اول از چی گرفتیم؟ از تبارک الذی. درس دوم از نزل الفرقان گرفتیم. چه که از کلمه قرآن باید درس بگیریم. از این قسم درس گرفتیم. اول درس گرفتیم که اول قرآن عظیم شان کتاب منزل است، یعنی از لوح محفوظ نازل شده است. اصل قرآن در کجا هست؟ در لوح محفوظ. درست است؟ پس این کلام الله که است بسیار کلام با عظمت است، کلام منزل است، وحی آسمانی هست. پس ما عقیده توحید، انسان موحد عقیدهش است که قرآن کلام منزل الله است، توسط جبریل امین علیه السلام که از الله گرفت، مستقیما از الله متعال گرفت و آورد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم، مستقیما برای آورد و رسول الله صلی الله علیه و سلم مستقیما بر صحابه را چی کرد؟ تبلیغ کرد. پس امین آسمان این قرآن به امین زمین آورد. هر دوشان امین بودن، امانتکار بودن. امین آسمان جبریل امین علیه السلام و امین زمین رسول الله صلی الله علیه و سلم. صحیح شد نه؟ دیگه چی درس گرفتیم؟ دیگه درس گرفتیم که فرق کننده حقیقی اهل و حق و باطل قرآن عظیم شان است. تمام حقوق صحیح در کجا هست؟ اگر بشر میخواهند که حقوقشان به شکل کامل برشان برسن به قرآن مراجعه بکنن، و کسی که حقوق بشر از قرآن نمیخواه در قوانین دیگران میخواه، این در حقیقت به قرآن چی شده؟ کافر شده و قرآن فرق کننده نمیدانه بین حق و باطل. درس سوم از عبارت علی عبدهی میگیریم. از علی عبدهی درس میگیریم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده الله بود، بناء صفات بندگی داشت. هر انسان موحد یکتاپرست عقیده داره به اساسی آیات قرآنی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده بود. صفات چی داشت؟ بندگی داشت. و هر کسی که صحابیش بود او هم بنده بود، تابعینش هم بندگان الله بودن، تبع تابعین هم بندگان الله بودن. هیچ کدام از اینا صفات الوهیت و ربوبیت نداشتن. این عقیده یک انسان موحد است که باید از کلمات قرآن بگیریم. دیگه از علی عبدهی یک درس دیگه هم میگیریم. او چی درس است که از کلمه عبدهی میگیریم؟ اضافت بنده به سوی الله اضافت چی هست؟ تشریفی هست. اضافت تشریفی چی معنی؟ یعنی هر وقتی که الله متعال یک بنده را مضاف قرار میده، یک بنده را چی قرار میده؟ و ذات ذوالجلال خود مضاف الیه قرار میده، این بنده را به خود نسبت میده، این نسبت تشریفی یا اضافت چی میگن؟ تشریفی میگن. آل مثلا بازم دوستا هستن که خوب برشان میگم باز آخر یک سوال میکنن ولی میفهمی که این خود نفهمیده درس مرن. از سوالش میفهمی که این نفهمیده درسه. ما گفتیم مثلا اضافت تشریفی چی هست؟ یک نظری است که نظر فلاسفه عقلگرا هست و این کفر است، و یکی علمای اسلام موحدین هستند که این تشریح میکنن که این حق است. وقتی الله متعال میگه که کعبه چی هست؟ بیت الله. این بیت چی کمال داره؟ مخلوق است نیست؟ مخلوق است. پس چه قسم معنا میکنیم بیت الله را؟ میگیم هذا بیت مخلوق معزز مکرم مشرف عند الله تعالی لاضافته الى الله. چرا این مکرم و معزز و مشرف شد؟ به خاطر که الله را به خود چی کرد؟ نسبت کرد، اضافت تشریفی شد. آل وقتی که میگه عیسی روح الله، عیسی چی؟ آل اینجا روح الله، این روح الله گفتن. انال روح چی شد؟
روح مخلوق است. هذا مخلوق، یعنی روح عیسی علیه السلام چی است؟ مخلوق است، معزز است، مکرم است، به خاطر از اینکه الله را به طرف خود چی کرده؟ نسبت کرده، مضاف کرده. و نفخت فیه من روحی. الله متعال میگه در این انسان روح خود دماندم. وقتی که عیسی را روح الله گفت، به این معنا نشد که کافرها میگن که یک مقدار از روح الله آمد در عیسی داخل شد. این عقیده حلول است، کفر است. اما مسلمان ها چی میگن؟ مسلمان های قرآن شناس میگن که روح مخلوق است. این مخلوق الله به خود نسبت داد به خاطر عزت بتش، مثل که خانه کعبه بیت الله هست، مثل که شتر است، ناقت الله، چون معجزه بود الله یک عزت داد. اگر این شتر این مخلوق است. روح انسان و نفخت فیه من روحی. الله متعال میگه من در این روح را، یعنی دماندم که او روح مخلوق است، صحیح نه؟ لکن معزز و مکرم است. چرا؟ به خاطر که الله او را به خود چی کرد؟ نسبت داد. اما اگر کس عقیده کنه که یک مقدار العیاذ بالله اول الله متعال به روح و جسد ما وصف کرده نمیتونیم. چرا؟ روح مخلوق است، جسد هم چی است؟ مخلوق است. اگر کسی این گپ میزنه خودش را تشبیه کرد و اینجا در کفر داخل شد. باز اگر این قسم تشبیه باز دیگه میکنه، کفر سر کفر، که یک مقدار از روح از او باز آمد در انسان داخل شد، یعنی 5% 10% روح از او آمد در انسان داخل شد، که بعضی مردمایی که فلسفه میگن این گپا را میزنن، این خودش کفر است، ناروا هست. چون اضافت چی هست؟ تشریفی هست. روح بنی آدم و نفخت فیه من روحی، یعنی نفخت فی آدم علیه السلام روحا مخلوقا معززا مکرما، لیس که روح الحیوان و لیس که روح الطیور. این روح انسان که هست معزز مکرم است، به خاطر چی؟ که کرامت داره. یعنی روح از این مثل روح حیوانات نیست، روح پرنده ها نیست. از اونا هم روح داره، لکن روح انسان چی داده شده؟ عزت و کرامت داده شده. این بسیار موضوع اعتقادی مهم است. از این من دیروز هم گپ زدم، امروز هم گفتم، بازم یگان تا دوستا که سوال میکنن باید امی قسم بفهمن که عیسی روح الله هست، یعنی بنده الله هست، مخلوق الله هست. کلمت الله گفته شه، کلمه الله هست، یعنی مخلوق است، مخلوق است. اما چرا مخلوق است؟ به خاطر ازی که عیسی علیه السلام الله متعال عبد خطاب کرده، گفته بنده هست. درس چهارم از لیکون للعالمین میگیریم. از للعالمین چی درس میگیریم؟ درس میگیریم که پیام قرآن پیام جهانی است. فهمیدین؟ پیام قرآن چی هست؟ جهانی است، برای کل بشریت. و دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت جهانی است. و شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر است. و کی؟ به تمام جهان بشریت. هر کسی که در امریکا هست یا در آسیا هست یا در اروپا هست یا در افریقا هست یا در استرالیا هست یا در انتارکتیکا هست، کل از اینا حق دارن که مسلمان شوند. قرآن بر کل از اینا نازل شده. فهمیدین؟ پس کسی که سر میز خود نقشه افغانستان میمانه و در تخته پشت خود نقشه افغانستان جور میکنه، این انسان جهانی نیست، این انسان قوم پرست منطقوی هست. این ملک ماست که ملک خالق ما هست. فهمید؟ یعنی یک وقت گفتن پادشاه فرانسه میگه شما چرا درباره فرانسه گپ میزنید؟ فرانسه خب ملک الله ما هست. این ملک ماست که ملک خالق ما هست. اگر ما توان داشته باشیم دمی سر قصر فرانسه هم، سر کرملین، سر قصر سفید در فرانسه، در افریقا، در هر جای بیرق چی رو بلند میکنیم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله. چرا الله متعال گفته که اینی جاعل فی الارض خلیفه؟ در کجا خلیفه ساختیم انسان ها را؟ یا داوود و اینا جعلناک خلیفتن فی الارض. کی گفت مثلا خلیفه ساختم مثلا در اون منطقه که خورد در زمین است. پس از لیکون للعالمین ای درس میگیریم که پیام قرآن و رسول اسلام و رسالت اسلام ای کل جهانی هست، برای سرخپوست، سفیدپوست، سیاه‌پوست، برای کدام منطقه خاصه نیست، بلکه به کل بشریت است. درس پنجم از کلمه نذیرا میگیریم.
بعضی از دوستا سر من انتقاد میکنه، اگرچه من عادت ندارم خب، لکن بعضی کسا انتقاد میکنن. شما ببینید که انتقادشان صحیح است یا غلط است. میگه استاد شما همیشه از دوزخ گپ میزنین و از عذاب گپ میزنین و از قیامت گپ میزنین، همین گپا رو نگوین. از جنت گپ بزنین، همیشه از حور جنت گپ بزنین، همیشه از نعمت ها گپ بزنین، از میوه ها گپ بزنین. چی میکنی از عذاب قبر ما رو میترسونی؟ آل رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها بشیر بود یا نذیر هم بود؟ هر دوش بود. پس ما هر کسی که دعوت به اسلام میکنه باید وسطیت داشته باشه. 50% از جنت که گپ زد، باز 50% از دوزخ هم گپ بزنه. 50% که دعوت کرد، امر بالمعروف کرد، 50% دیگه نهی از منکر هم بکنه. متوجه هستین؟ چرا این پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشیرا و نذیرا، هر دویش است. بشارت به جنت میده و از دوزخ مردم باید چی کنه؟ بترسانه. این حال دوستای محترمه که مثلا صدای ما رو بشنون و میبینن باید ایره بفهمن ما رو معذور قرار بدن. ما مجبور هستیم که هم از جنت گپ بزنیم هم از دوزخ گپ بزنیم. هم بگوییم که جنت که قبر که هست روضة من ریاض الجنه هم است او حفرة من حفر النیران. قبر میتونه برای یک نفر برش کلکینچه از جنت باز شود و بوی خوش خوب لکس هم تو بیا قرار خرفش خواب است. یک وقت دیگه هم تو میخید چی گپ است که سال میکنه که او قیامت شد. برو خیر است تا بال خارم خواب بودم حالا میرم بخیر به جنت. اما یک کسی دیگه است که یک کلکین از دوزخ برش باز میشه، یک دفعه زبان آتش دوزخ میامد کلولیش میکنه، خوب جغلش میکنه دم بین قبر. پس وظیفه تو هست که تو هر دوش قبول بکنی، حق قبول بکنی و کوشش بکنی، سعی تلاش بکنی تا در جمله کی باشی؟ اهل جنت باشی. اما ما را مانع نشو که ما درباره عذاب چرا در آیات قرآن هم جنت آمده و هم دوزخ آمده و رسول اسلام صلی الله علیه و سلم چی هست؟ بشیر و نذیر است. پس از این آیت شریف چی شد؟ معلوم میشه که چند درس گرفتیم؟ 5 درس گرفتیم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.